چکاپ کبدی چه تستایی درخواست میشه؟ تو چکاپ کبدی غیر طبیعی بودن آزمایش‌هایی که درخواست میشه میتونه زنگ خطری باشه برای یک بیماری خاص. امروز چند تا از اون آزمایش‌ها رو بهتون معرفی می‌کنیم. آزمایش‌های ALT و AST اگه این آنزیم‌های کبدی بالا باشن، احتمال بیماری‌هایی مثل هپاتیت B، C، کبد چرب، هپاتیت‌های دارویی و حتی بیماری‌های تخصصی تری مثل ویلسون و بیماری سیلیاک مطرح میشه که بر اساس احتمال هر کدوم از این بیماری‌ها پزشک تست‌های تخصصی تری درخواست میده. آزمایش آلفا فسفاتاز اگه این آنزیم تو بدنتون بالا باشه، نشون دهنده مشکلات مربوط به مجاری صفراوی یا استخوانی است. آزمایش بیلیروبین توتال اگه این آزمایشتون بالا باشه ولی آزمایش‌های دیگه نرمال باشن، میتونه نشون دهنده بیماری ژیلبرت باشه. آزمایش بیلیروبین دایرکت بالا بودن این آزمایش میتونه نشان دهنده بیماری روتور و دوبین جانسون باشه.